کیست که من مست سکینه عرق چینی سر دخت سکینه سر مست دم بابا چی بگم بابا جو؟ هستی شینه که جیری اشتنه بچه که کجا جیره کجایی بچین دنیگی لبینجوری خیلیاتی اشتنه بچین کجایی دیگی باشه کم تو هم سیر شده شده بچین میگی تو چی بگم پیار بگم اشتنی پیار بچی بابا تنو گیلا نه تو میگم بچین خود تک کچه مردم میگم بچین اپا مفت ندی کو جان کو کامه برفتم خونه داده من عباس بجو خونه خیلی یعنی گیلا خوب پرسیدن ایوه نباشه این کاری می شما کردین مجلس سبک کردیم پیار من خبر نکردیم بسر مجلس خونه شدیم بسر پاتی دست خونه شدیم یعنی شما خوب میگم شاید آماد آمده سالی علا بز خونه خیلی شاد اومد شاد اومد شاد اومد شاد اومد عباس یاره دیگه میایی بیا که بچه کاکام آماده بچه کاکام گل بری آماده بچه کوکو نو بچه کوکو چه؟ ای فهمه که بچه کوکو شما تورتوگوی بفهمی باید گفت مفتنه از یک بچه بی به خدا تو که جریمون بزن که خودتو بگه آفرین به خدا اون روزه که من میزه دیال کت نشدم به خدا گیلگیه امینه به تا خونی شما مسته هیچ چی بکنه یک نه از روی خود کلی بخواه بخواه بلا خیلی ما بینی شو چکار پیار من چون چیکار شده بیا جا بیرون اصلا شما بلر میشون چیکار شده کجی بگو چیه؟ پاتی دست کردی با پیار به خبر نکردی حالا چی گپ این دو ماه همه چی رفته داره او چرا خبر نکردی مرد دیشب بگفتم ما شما ایلا گرد کنم گفتم تو فش فش نکن کی خبر نکرده پیار من شاید پاتی دست خبر نکردی که خوبی کردی پیدرسه کو چی کاکا خوبه گردم بعضی ترسیدم گفتم این کاکا ما واسه گولی اعصاب خورده اعصاب خورده دست بداده همونجا فاته دست تا 15 تا مرد کلون شیشته اختلاط میکنه یک دهن کاکا یک فولی میزنه بیا نگه با خلا یک گپ میزنه دلم خونسرد میشه هم دختر فرمانده میشه ای تو شما تلفن صغیری پیار ببین که می آمده سر فاتی دست شما میشید و مثل کلونی و مثل بیسفیدی و مثل پیار شما بود شما نمید بحر ما پیار به خبر نکنه که تکلیف عذاب داره برا تارتوک تو به خیرات بیمی خبر نمیکنن کسی نمیبونه و خاطر گپ زدنی و پیار مال کاتو شده شاید تو نانه میگه بچه ها ازی بچه نیه نانه میگه بچه ازی بچه نیه چون ما گپ بزنم میگه تا کارتانا گولی به خلیتا لیلون میارم میدم و به پیار خو میدم و به پیار خو آره با پاش ما سنگی تیر شده کجی جو تو جنگ میکنی بچه که کنی اگه عروسی بوده یا شیرین خوری بوده ببینی ایله گفتم خیر بینیم بشتم چون کنی گپ بزنم بسم الله الله با خدا نی امی که کارو موار کاربار پیار منو نیه این تو تا مجلس کنی تا عروسی کنی تا شیرین خوری کنی تا هر مرگی میکنی با خدا قدم پیار بده بعد تو مرد به تو کماشی چرا به دومت خبرم نمیگه مرد مرد چه خرخده کلی بنده آقا خیلی من گپ بزنی آنه مرد کزنو رو جنگ میشی چی بگی؟ حالا کاکا رو دیده گو نه کاکا من نگو ما خود نهار پیش خواهم بیامدیم این کاری نبی شما دوتا کنیم حالا خیلی به دل شما ایت درد نکنه نه نمیگفتم ما چه یک کاره عروسی یک محفل نبود ما بیا شوروا بشمیم یا کاکا من نمک برمه پیار و کم به شما خدمت خدا کنمک برمه خدا خلاف کنه خیلی به دل تو درد کرده کجی خیلی باشه برمی آزدی نه نخور مرمی از درچین به سفلک سینی تو بخوره و من تکلی که جو تو بخوره گیلا چون که گیلا بگانی از ما و شما نو بچه کاکا شما ری درفتی ما ری درفتی برو بخیر بشی چای بخور کجا میری؟ یا جوی یا گلی سر خونه ما کی بگی برو که نافهم اینجا جمع شده کله و کله دیده نه من آدگه شادمان همین نهی تو هوشیاری نمیگی بگو کاکا خبر کنیم و بلند بالا بشونی عزت بگیری احترام بگیری که چهار تا دگم یاد گیرم به شما عزت احترام بگیرم نه که خود شما با چهار نادر کنیده در شما روی شیر میده برای به سر مجلس کنشی مجلسگری کنی شما دگم داری مجلسگری کردی
وقتی که می چیچیلک میدم دستام مثل کف پاهم مثل کف تخت تو بود همه خیال داریم. برو بگیلا چی بگو؟ خب ننه من نمیگه ایفهم بر چی می ننه میگه میگیرم یک خیلی طور تا به کله دو میستونم گولی میستونم بدادم و به می کاکا خوب بدادم و به پیار خدادم دیوانه شده دیگه کوکو. کاکا مگه پیش خود خواهر هم گپ میزنه. همون که اون موافق بجشته باشه مفهوم خراب میکنه دیگه. روز به من نگفت کاکا جو تو گوسالی این اکتام از اون جنگ شروع کردی. به من میگه تو گوسالی دل رو درد کرده نه؟ حلمه دل کوکو من. کجی بیاره ترا خیلی بیدا که نه بوده. چی بگو؟ بده که فقط خیلی بده حالسی شیری خوری که نبوده که شما خبر نکرده. فقط رشید دیگه خیلی شما چراغا روشن کنه امروز عروسی داریم کاکا من خبر نکردین که اعصابه و خرابه کجی خودی کلی گندی خوب بیامد به کلی ما کجی خودی کلی گندی خوب بیامد به کلی ما به کارتان بولی میدم به پیار خوب سر و 4 روز دیگه پیاله و زندانیه چرا دل آفریدی چرا دل را تو عاشق آفریدی کجی جان کجا خوندن کرده با میری؟ خیریت اینجا جندوره پوه. خیریت یا جندوره رفتی خیریت خیریات جندوره بخیری شکر شکر. چیزا پوه قرار قراری کجا بودی کجا میرفتی به خدا برو نمیته مایم برم یک چرخی تا به تاقله او ما مایم یک چیزی از تو پرسان کنم کجی نو پسی امی آقا همسایار دیشب هم بگیر امی عباس خبر کرده بوده او چرا امی عباس امی کاکا اینه مثل پیار اینه آدم کلونیه موی سفیدیه چرا همین آدم رو خبر نکرده بود به خاطر چی گپ بود شما دقیقه بغیر چیزی خودی هم دگرین چی رقمه ای لالا نیرولا نپرسی گلک و عباسه که هستم حال خود خوبه من کلون کته دارم ولی اونا بشکنه و مشکنه اونا پیش به هوا شدن اونا کاکا خود تحویل میگیرن برفتم همین جگاه خودی نگپ زدم میگم کاکا ما کاته شده ما اگه کاکا خود به سر مجلس خود خبر کنی یک دم یک گپ میزنه بعد ابرو ما میره شما مچون به پیار خود به بوجی مچون به سوری برای او قرص اعصاب دادیم اعصاب از او کار بفتاده او گپ زدن خونه میفهمه همی پس بردم هم دیگه من بخ کلی گیلنگ ندادم کلی و برای تا کاسه گفتم خاک بم رنگ شما خاک بم شکل شما تا دیرو تمی کاسی کاکار میرسیدی حالا به من کاکا شما کاتا شده شما هوشیار شدین شما خوب شدین کاکا شما خراب شد تو مال به خاطری که او پیرمرد شده او کمان سندی تیر شده او شما مگر سرفاتی دست عباس نباشه سرفاتی دست برارزاده خونه باشه در حد گپ نگردیم حال کلونتری نمونده حالی میبینی بچه شیر خوره کلون گپ میزن هرچی گپ توالا شب دیکو کجی جان این بی‌احترامی برای خود آدم نشون میده خیلی بینی به خاطر ازی من مال مثلا پیاری ندارم همون کاکا ما که هست مذهبت پیار مرداره باید که همون کاکا ما اگر کاته باشه دیوانه باشه شل باشه کوری باشه احترام همون موی سفید از احترام از خود ما باید داشته باشم اینا اصلا من نمیفهم کشته مردم داری داره همین کاکا و توی قوم شما با همین سوری چی نمیفهمم برو خدا حافظ تو مزاحمتتون نمیشم بیشتر از این مزاحمتون نمیشم خدا حافظ کاکا خسرو اشتنه؟ نه رمضان جان خیاره خیلیت خیلی سلامت. کجا میری؟ تا دق شدم بیری شدم به بیرو برم چرخ به سرا ای کاکا خسرو چی بگه آدم چی کار کنه دل ما با آلولوس شما میته نمیسوزه کاکا خسرو عمر خود شما با این بچه و برارزاده و قوم خیش اینا همه شما زحمت کشیدیم خیری کشیدیم ری سیاه خور سفید کردیم جوینی خور حیف کردیم آخر اعمال که گپ به جا حل میرسه کسی شما رو نمیشناسه کاکا خسرو این تا دل ما داغه شما خبر دارین که برارزادی شما نامزاددار شده شما رو کسی نگفته بفهمی رمضان من به فرض برارزاده ها 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 تا 12 تا 13 تا 14 تا 15 تا 16 تا 17 تا 18 تا 19 تا 20 تا 21 تا 22 تا 23 تا 24 تا 25 تا 26 تا 27 تا 28 تا 29 تا 30 تا 31 تا 32 تا 33 تا 34 تا 35 تا 36 تا 37 تا 38 تا 39 تا 40 تا 41 تا 42 تا 43 تا 44 تا 45 تا 46 تا 47 تا 48 تا 49 تا 50 تا 51 تا 52 تا 53 تا 54 تا 55 تا 56 تا 57 تا 58 تا 59 تا 60 تا 61 تا 62 تا 63 تا 64 تا 65 تا 66 تا 67 تا 68 تا 69 تا 70 تا 71 تا 72 تا 73 تا 74 تا 75 تا 76 تا 77 تا 78 تا 79 تا 80 تا 81 تا 82 تا 83 تا 84 تا 85
من به فرض برازاده ها
همون زر رنگ بردم خونوه خوردم که اینا همون زر چیزی که بودن 4 ساله و 5 ساله اینا رو کلون کردم، اینا این اولاد خورده، اینا رو هوش کردم. هر نازی که گفتم وردشتم، هر چیزی که گفتم نگفتم نه که اینا صغیرم، دل از اینا نرنجه. انا هیچی به نظر اینا نمیام و کوچه تیر میشون. باور کن یک سلام خوشگل نمیکنن که همین کاکا منه، همین با ما زحمت کشیده. عباس نمزاددار شده، شما رو به سر فاتح دست خون نگفته که جیر برفته به سرای اینا جنجال کرده که چرا به سر فاتح دست خو آخی پیار من نگفتین کاکا شما نموی سفید شما پیار نداریم. عباس و گیلک بردشتن گفتن که کاکا ما تکلیف اعصاب داره، عباس گولی اعصاب خورده، اعصاب کار نمیکنه، به مجلس میشینه ما رو بیا به مفتزه میکنه. برادرگر ندارم من همین پیش قوم خیش آقا سایه به خدا ابرو برفته که چرا ما به همون مجلس ایشی بدیم کاکا از اینو نبیده. اما که دومات شما رو به پیش این مردم خجالت میکشم. برادرگر دیگه هرچی نباشه خسور آدم حکم پیار آدم داره. اینا کال کلانتری و پیازری نفهمیدم. برو کاکا اگه به سرا میری خوشی تو به سرا برو پیاله چای بخور، خیره به قصه از این گپا نباش. اصلا دیگه فکر از این گپا نکن.